بعد از آن مصنف گفتن که و تفقد این جهلت و انت باقین و توجد این علمت و قد فقدت. ببینید این سخنهای جامع هست، پرمعنا هست. و تفقد این جهلت، اگر تو جاهل باشی تو در بین جمعیت گویا گم هستی. و انت باقین، لیکن تو هستی، تو حالا زنده هستی و گویا که در قطار مرده ها باشی. ما این چیزه حس کردگی هستیم. بار بعضی پدرمون مادرمون نصیحت کردن که فلانی موی سفید رو در آمده خبر گیر، با سفری طولانی آمده بودم. من فکر کردم که اینها مردگی هستن، گذشتگی رفتگی هستن. سبحان الله، در آمدم که موی سفید همراهی پیرزن دو کس نشستین، هر دوشان چشماش نابینا شدگی، پیر شدگی، زنده هست. مقصد فکر کردیم که مردگی هست. شخصان به سواد عادی، مصنف میگن که و تفقد این جهلت و انت باقین، تو در بین مردم تفقد و گم کرده میشوی. مردم تو رو گم میکنن اگر تو جاهل باشی. و انت باقین، اگرچه تو باقی هستی، اگرچه تو در دنیا زنده هستی، گویا که نیستی، گویا که مرده هستی. و توجد این علمت و قد فقدت، لیکن تو هستی در بین مردم وقتی که علم داری، اگرچه تو نیستی. این هم آدمی که وفات کرده است در بر میگیرد، هم آدمی غریب از شهر. اگر تو علم داشته باشی تو در بین مردم هستی، اگرچه امروز با جسمت با همراهی مردم نیستی، لیکن تو با همراهی مردم هستی اگر علم داشته باشی. حتی بعد وفاتت هم تو وقتی که رفتی از این دنیا تو نیستی، لیکن تو با همراهی مردم هستی. امام بخاری همراهی ما هستند، امام مالک همراهی ما هستند، شیخ الاسلام همراهی ما هستند، اگرچه به موتاشان چندین صدها و هزارها سالها گذشت مثلا.